من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی ماه شریف رمضان را به خاطر خدا با ایمان اگر روزه دارد، گناههای ما قبلی این بنده آمرزیده می شود. هر کسی که شبهای رمضان به خاطر خدا با ختم قرآن پاس می دارد و سپری می کند، گناهان ما قبلی این بنده به اذن پروردگار آمرزیده می شود. و هر کسی که شب قدر، این شب بزرگ، با ایمان به خاطر خدا پاس می دارد، با طاعت و عبادت سپری می کند، تمام گناه های پیشینه این بنده آمرزیده می شود. خداوند این وعده های رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما هدیه فرماید. حضرت مولوی روم زمزمه میکند: ماه رمضان آمد ایار قمر سیما، بربند سری سفره بکشای رهی بالا. 11 ماه بیچاره بدن عذاب میتیم. همین بیچاره معده روز آرام نداره، در یک روز 6 مرتبه و 7 مرتبه هم پرش میکنیم، طعام میتیم. 1 ماهی رزگروز که ماهی هست که همون معده هم خدا را شکر میگه و رحمتت میگه. ماهی هست که جگر هم خدا را شکر میگه و تو را رحمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون عليهم الصلاة والسلام حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز گرامی من، مهمانان خانه خدا، شخصان عزتمند با آبرو و عزت که از آمدن ماه شریف رمضان بسیار خوش و خرسند گشته بودید و امروز بر رفتن ماه شریف رمضان یک غم و غصه، البته اگر چند به آمدن عید خوشنودی رم داریم، ما و شما را فرا گرفته است. خوشا به حال تو. این ماه بزرگ، ماه بلبلان باغ قرآن، ماهی که علما و فضلا را به وجد می آورد. این ماه بزرگی که مسلمانای واقعی هر سال به صبرانه منتظرش می ایستند و پزمانش می شوند تا سال آینده. این ماه بزرگ عظیم در انتهای خود قرار دارد و نزدیک است که با ما و شما وداع کرده و رود. ماهی که وقتی که مسلمانان خداوند مشرفشان میگرداند، به این ماه سالم و تندرست سعی تلاش میکنند طاعت و عبادت پروردگار را به طریق باید و شاید انجام دهند تا به شرافت طاعت و عبادت در این ماه، به شرافت استقامت در بندگی در این ماه، گناههای ما قبلشان آمرزیده شود. حضرت مولوی روم زمزمه میکند: ماه رمضان آمد ایار قمر سیما،
بربند سری سفره بکشای رهی بالا. ای یاری من، ای دوستی من که خداوند چهره ایت را مثل قمر منور گردانده است. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. ماه شریف رمضان آمد، دسترخوان جمع که یک سو بگذار و راه بالا، راه قربت به سوی پروردگار باز کن. ای یاوه هر جایی، وقت است که باز آیی، بینگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. ای یاوه سرگردان، او وقتی بازگشتن شد، وقتی آمدن شد، وقتی شد که از گناههای کردگی توبه کنی، به سوی خدا رجوع کنی. بینگر سوی حلوایی، سوی پروردگارت نظر کن، سوی صانع خالق نظر کن. تا کی از پی مصنوعات میگردی؟ خدا جان تمس کنه. همه حولا به دست آخی، حولا را آدم هم میخوره و سگ هم میخوره. تو حلوایی را نظر کن، تو صانع حلوا و صانع کائنات را نظر کن، لذت ببر. بیبی رابعه عدویه باره میگه در داخل خیمه اعتکاف نشسته بوده است. حضرت همی در ذکر و مراقبه است. ماه از ماههای بهار بوده است. همه گل شکوفان. کنیزش وقتی که از در میبرویه میبینه گل بالای سبزه و سبزه بالای لاله بازی دارد. همین فصل بهار عجب فصل زیبا و خوشرو است. حواسش میکنه، میدوه میآید، میگه یا سیده یک خورید شو، آخی تو یا صنع پروردگار را تماشا کن، چقدر لذت دارد، چقدر گوارا است، چشم آدم راحت میکنه. گفت ای نادان، تو داخل شو صانع نظر کن. صنع چی کار میکنی؟ بیا صانع نظر کن. یک دیدن حلوایی زان سان کندت شیرین، که شه تو را گوید خاکی تو همه مولا. انشالله یک تجلی نور حق احساس کردن چنان شیرینت میکنه، چنان درجه و منزلت همه بردارد که همه اصل که شیرین ترین لذیذترین طعام است. میگه من خاک پای تو میشم ای مولا. خالی شو و خالی به، لب بر لبی نابینه، چون نی زیدمش پر شو وانگاه شکر میخوا. عجب ماهی پرفیض پربرکت. در ماهای دیگر اگر پرابلم اساسی همین حاجت خانه رفتن باشد، الحمدلله در ماه شریف رمضان مردم در مسجد هستند، در اعتکاف هستند، در بالای قرآن هستند، قرآن تلاوت میکنند، نمازی نافله میخوانند. ها شکم خالی، طرف توالت ندوانه آدم. ببینه 11 ماه بیچاره بدن عذاب میتیم. همین بیچاره معده روز آرام نداره، در یک روز 6 مرتبه و 7 مرتبه هم پرش میکنیم، طعام میتیم. یک ماهی رزگروز که ماهی هست که همون معده هم خدا را شکر میگه و رحمتت میگه. ماهی هست که جیگر هم خدا را شکر میگه و تو را رحمتت میگه. خالی شو خالی به، لب بر لبی نابینه، چون نی زیدمش پر شو وانگاه شکر میخوا. هر سال نجوها را میپاک کنند از گیل. ببینید دهقانا هر سال به خاطر آنکه آب بطلاق نشود جوبارها و نهرها را تازه میکنند، لای لجنش بیرون میکنند. هر سال نجوها را میپاک کنند از گیل تا آب روان گردد، تا سبز شود خضرا، تا کیش شود خضرا. این ماهی هست که انشالله بدنم آرام میگیرد، جسمم آرام میگیرد، جانی آدم میدمد. این نعمت پروردگار است. گر دوری زینان کردی آخر چی زیان کردی؟ ای مردی مسلمان، همه یک ماه از نان و از طعام بر روزها دوری کردی، چی زیان و ضرر دیدی؟ گر دوری زینان کردی آخر چی زیان کردی؟ کو سفره نان افزا، کو جان جهان افزا. آخه در بدل این دوری از نان خدای تعالی در جنت برای تو سفره و دسترخوان آماده میکند که هرگز نعمتش منقطع نمی شود. اهل جنت هر طعامی را که آرزو کنند، اشتها کنند، همون لحظه در نفسش آماده می شود.
و او سفره هرگز طعامش دور نمیشه و خالی نمیشه. خداوند در بدل یعنی یک ماه دوری کردن از سری دسترخوان برات انمی دسترخوان نان افزا را میدهد کو جان جهان افزا. و خداوند با دیداری به مثال خودش مشرفت میگرداند ای روزدار ماه شریف رمضان. ببین این جنت عجیب یک نعمتی بزرگ است. ولا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. هیچ انسان نمیداند که خداوند در بدل طاعت عبادت و عملهای نیک صالحش در جنت براش چی نعمتهای را آماده کرده است. اما بهترین نعمت جنت دیداری به مثال پروردگار است. از این نعمت بالاتر و بالاتر نمی شود. و وقت دوری از نان کردی خدای تعالی با دیداری به مثالش تو را مشرف میگرداند. انشاءالله خوشا به حالت، خوشا به اون مهمان داری پروردگار نسبتی تو. در خبر از صهیب رومی روایت میکند اذا دخل اهل الجنة الجنة یقول رب تبارک و تعالی تريدون شيئا ازیدکم. وقتی اهل جنت وارد جنت میشوند رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید الله ذوالجلال و الاکرام به ایشان مراجعت میکرده است و سؤالشان میکند که ای اهل جنت میخواهید که باز یگان نعمت دیگر براتون هدیه کنم؟ باز دلتون یگان چیز دیگر میکشد؟ در جواب اهل جنت میگن الم تبیض وجوهنا الم تدخلنا الجنه و تنجینا من النار. پروردگارا مگر سفید رومو نگرداندی؟ مگر از آتش جانسوز جهنم نجات ما ندادی؟ مگر وارد جنتی که تمام نوش نعمت در او آماده است ما را نگرداندی؟ آخه از این نعمت بیشتر و بالاتر چی است؟ عقل ما نمیگیرد. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود فیکشف الحجاب. همین وقت حجاب از پیش چشم اهل جنت دور میگردد و با دیدار به مثال پروردگار رب العزه مشرف میگردند. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. هیچ نعمت گواراتر، محبوبتر، شیرینتر، لذیذتر برای اهل جنت و برای تمام بشریت از دیدار به مثال پروردگار نیست. گر دوری زینان کردی آخر چی زیان کردی؟ کو سفره نان افزا، کو جان جهان افزا. برادران بسیار عزیز گرامی، نظر میکنم همه چهره های بشاش، چهره های نورانی، مردم شادان، مردم خندان به خاطر آنکه امتحان پروردگار جوان مردانه سپری کرده ایستادند، به خاطر آنکه پیروی نفس پلید نگشتند، به خاطر آنکه از این امتحان، از امتحانهای حیات بسیار سربلندانه و با آبرو و عزت پیش رفتند و گذشتند. واقعا همین دنیا خودش دار امتحان است. خداوند ما و شما را برای امتحان خلق کرده است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. الله ذوالجلال میفرماید بیشک ما انسان را از آب منی چکنده خلق کردیم، امتحانش میکنیم و مادام که امتحانش میکنیم برای آنکه از عهده امتحان برآمده تواند او را ما سمیع و بصیر آفریده ایم، یعنی صاحب عقل ادراک است. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفور. و ما این بنده را راه نشان دادیم، راه درست راه حق براش نشان دادیم. یا این بنده از امتحان سربلندانه میگذرد، شکرگزاری نعمت پروردگار را انجام میدهد و به جوار رحمت پروردگار واصل میشود، یا کفران نعمت میکند، به دست خود در رحمت در جنت برای خود میبندد این بی سعادت و به نعمت پروردگار کافر میشود و کفر میورزد. یعنی دنیا دار امتحان است. حین امتحان یکرم المرء او یوهان. در وقت امتحان یا مرد عزت و سربلندی حاصل میکند، آبرو و عزت پیدا میکند،
یا شرمنده و خجالت زده می شود یا روش سیاه می شود. از امتحان پروردگار که نگذشتی دیگر چی میمونه؟ ببینید الحمدلله رب العالمین در این محفل در این مسجد کسای نشستند که امتحان پروردگار سربلندانه پشتی سر کرده ایستادند. خوشا به حال تو. با خدا قسم بسیار بنده های خوشبخت هستیم ما و شما. اذکر الله کاری هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. این امتحان پشتی سر کردن کاری هر اوباش نیست. خداوند به هر کس ایرا نصیب نمیگرداند. به حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. مسلمان امت محمد صلی الله علیه و سلم یک صفت است، صفتی به نهایت بزرگ است، یک جاه است، یک مرتبه و منزلت است. این یک عنوان است، عنوان فخری با یک دعوا که الحمدلله من مسلمان هستم، الحمدلله من امت محمد صلی الله علیه و سلم هستم. در صورتی که روزه ماه شریف رمضان به عذر خوردی، در صورتی که از فریضه پروردگار سر پیچیدی، با دردت نمیخورد برادر. در این صورت یک مشک خالی دعوایی هستی، خلاص چیزی دیگری نیستی. حضرت مولوی قصه میکند در مثنوی شریف، سوی دلاک بشد قزوینیه، سوی دلاک بشد قزوینیه، که کبودم کن که کبودم زن بکن شیرینیه. یک قزوینی میگه نزد دلاک میرود. دلاک یک اصطلاحی هست که هم مساجیست فرو میگیره، هم نکلکزنه، ولی هم یک فعلی بد برمده است. امروز متاسفانه مردها و زنها تاتویروف که میزنن، همین پوستی نازنینی را که خدا براشو داده است، پوستی را که این انسانیت تا به امروز هیچ یک متریال شبیه به پوست اختراع کرده نمیتونن، همه عاجز هستند. بعضی بدبختای هستند که همین نعمت پروردگار را میگیرن، برنگ جزیرباد میکنن، ای سرشون سبیل میمونن. همین بدبختا در زمانهای پیش هم بدن، نه کلکزنا، اینا را دلاک میگفتن. دندانکن هم با نام دلاک یاد میشود. یک قزوینی واهمه هوای دهن، این بدبخت این قزوینی ها همین اکثرشو هوای دهن بدیان. بعضی بدبخت قزوینی هاش امروز ما را میبینیم در همین حالت وضعیت که اونا خیلی هوای دهن هستند. با اهل سنت و الجماعت دعوا میکنن، دعوای بحث مباحثه، و وقتی که با بحث دعوت شو کردن در دم خدا میکنن و میگریزن. یک قزوینی میگن نزد دلاک آمد که یک نکلکه در یک صورتی بد واهمه در تنم بزن که مردم ببینن واهمه شو بگیرن. گفت چی صورت زنم ای پهلوان؟ گفت برزن صورتی شیر ژیان. گفت ای پهلوان چی صورت میخوای در تنت بزنم؟ گفت یکان شیری گیزله را بزن، یا شیری نره، شیری یالداره. گفت در چی موضع صورت زنم؟ گفت در شانگه هم کن آن رقم. در کجا؟ گفت نکلکه را بزنم، همین تاتویروف کرده در کجای بدنت بزنم؟ گفت در شانه هم در حلقم. چون که آن سوزن فرو کردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. پهلوان در ناله آمد. این مردک هم در زمین خوابش کرده، سوزن نگرفت، سوزن دغل پوستی بدنش ایلا و سراخ کرده و رنگ ریختن گرفت. پهلوان واهمه در ناله آمد، داد فغانش بر آمد. پهلوان در ناله آمد که سنی مرمر رو کشتی چی صورت میزنی؟ اخوان آباد گفت کشتیم. تو قصد ایمان گرفته استی؟ سنی گفت آخر شیر فرمودی مرا. او گفت خدا دعوا کرده که صورت شیرم بزن، شیر کشیده استم. گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت از چی عزو کردی ابتدا؟ گفت از دمگاه آغازیدم. گفت از کدام عضوش سر کردی شیر را؟ گفت ایمی دم شوخی، صورت ای کنش نستش سر میکنن. گفت ای دم سر کردم. گفت از دمگاه آغازیدم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. گفت گم که دم در کار نیستی، شیر به دم هم میشود. یکان جای دیگه شب بزن. جانب دیگر بکردان مرد زخم، به محابا
به مواسای و رحم. بانگ زد او کین چی اندام است از او، بانگ زد او کین چی اندام است از او، گفت این گوش است مردی نکو. این سوزن گرفته ای دیگه جا سر کرد با و وقت جانش تنگی کرد با داد و فیغانش برآمد. ای بچه ایجاش که جاهای؟ گفت این گوشاش ای بولاش سر کرد موخی. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوتاه کن گلیم. دفعش که گوشش در کار نیست، گفت کوتاه ترش بگی، شیر به گوش هم میشود، باقی مانده شب بکش. جانب دیگر خلیش آغاز کرد، باز قزوینی فیغان را ساز کرد که سوم جانب چی اندام است نیست. وقتی با طرف دیگر سوزن زنی را سر کرد، این جوانمر با داد و وایه برداشت. ای بچه با کی جاش رفتی؟ کجا را زدستی؟ که این سوم جانب چی اندام است نیست. گفت این است اشکم شیر عزیز. گفت ای پایان سر کرد موخی شکمش زدستم. گفت تا اشکم نباشد شیر را، گشت افزون درد کم کن زخم ها. دفعش که گفت شکمش در کار نیست، کشتی می مردک، جانم تنگی کرده است، کوتاه‌ترش بگی. دفعش که مرد. خیره شد دلاک پس حیران بماند، مدت انگشت در دندان بماند. بر زمین زد سوزن از خشم استاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. حیران شدی بیچاره دهنش کندگی. ای خشم غضب سوزن میگه گرفت در زمین زد که در دنیا انتری کورا میشید است. شعری بیگوش و سر و اشکم کی دید؟ این چنین شعر خدا خود نافرید. ای ناشکری توبه کنم که همین شعر بیگوش و سر و شکم میشید است. خداوند تری مخلوق خلق کردگی نیست. چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چنین شعر ژیان پس دم مزن. آخه هنر که نداری چی دعوا میکنی؟ ناشکری جوا بگو صورتی یا پشه بکش، صورتی یا زنبور بزن، ترچی و دعوای شعر ژیان کردن چی؟ ای برادر صبر کن بر زخم نیش، تا رهی از نیش نفسی گبری خیش. ای برادر مسلمان تو صبر کن، انشالله زخم نیشه بکش. تو صبر بر همین تشنگی و گرسنگی کن، از همین نفسی بدبختی گبرت خلاص میشه. هر کی مرد اندر تنی اون نفسی گبر، مروه رو تابع شوند خورشید ابر، مروه رو فرمان برند خورشید ابر. کسی که همین نفسی پلید اگر سرنگون کرد، خشو به حالش که انشالله خورشید ابر فرمان رواش میشوند، تابعش میشوند. ببینه 11 ماه همین نفسی بدبخت بالامون سواره، 11 ماه و 1 ماه خدای تعالی برامون امکان داده است. شیطانا را امر کرد همه را زنجیر پیچ کردن که وسوسه مو نکنه و برای ما و شما امکان داد که همین نفس یک کمی کنترل کنیم، نفس سوار شویم. اما متاسفانه به حمیت‌هایی هستند که حتی در همین 1 ماه غیرتی هم حی زدن نفس، لجام زدن نفس خودشون ندارن. با شما برادرای عزیز، جوان مردای راه خدا، روزداران ماه شریف رمضان، این شب بزرگ، شب قدر و این شب‌های رمضان و این ختم قرآن که انشالله به شنید من ختم قرآن امروز امشب پایان می‌یابد، باز یک بار دیگر تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که وعده ای را که حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از برای ما و شما دادند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی ماه شریف رمضان را به خاطر خدا با ایمان اگر روزه دارد، گناههای ما قبلی این بنده آمرزیده می شود. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و هر کسی که شبهای رمضان به خاطر خدا با ختم قرآن پاس می دارد و سپری می کند، گناهان ما قبلی بنده به اذن پروردگار آمرزیده می شود. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و هر کسی که شب قدر، این شب بزرگ، با ایمان به خاطر خدا پاس می دارد، با طاعت و عبادت سپری می کند، تمام گناههای پیشینه ای بنده آمرزیده می شود.
خداوند این وعده های رسولش محمد صلی الله علیه و سلم رو برای ما و شما هدیه فرماید و در نامه اعمال ما و شما ثبت گرداند. واقعا فقط شخص های صالح، بنده های خدا در طول تاریخ شب زنده دار می شوند، قیام شب دارند، به شب طاعت عبادت پروردگار را انجام می دهند، زیرا به شب درهای رحمت پروردگار باز است. خداوند در سوره سجده او بنده هایی را که به شب خواب بر خود حرام می گردانند و به عبادت پروردگار مشغول می گردند وصف نموده است و فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. کاواک نمودن پهلوهای خیش را، یعنی که بیشتری گرم و نرم را ترک کردند به خاطر عبادت خدا و الله ذوالجلال و الاکرام را عبادت میکنند، بندگی میکنند، از خوف دوزخ و به طمع جنت ایشان و از آن چیزی که پروردگار برایشان آماده و مهیا کرده است، رزق نموده است، استفاده میبرند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. هیچ شخصی نمیداند که پروردگار برای بنده های شب زنده دار، برای قائمین شبهای رمضان در جنت الفردوس چی نعمتهای را آماده نموده است، تیار نموده است و اون نعمتها بنده های پروردگار را انتظار هستند. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا کسایی که مؤمن حقیقی هستند، آیا کسایی که فرمان خدا را میبرند، آیا کسایی که سرسپرده فرایض پروردگار هستند و از نواهی اجتناب می‌ورزند، آیا اینا با فاسقا برابر هستند؟ هرگز برابر نمی‌شوند. بد میکنی و نیک طمع می‌داری، هم بد باشد سزای بدکرداری. با آنکه خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چه جو میکاری. الحمدلله رب العالمین. اینجا قائمین شبهای رمضان جمع آمده اند و من میدانم که این مسجدی هست که هیچ وقت ختمش از 2 ساعت کمتر ادامه نیافته است و من میدانم که به این مسجد مردای صالح، جوانای صالح، مسلمانای صالح به خاطر گوش کردن قرآن عظیم شأن میآیند. خوشا به حال تو. الحمدلله رب العالمین. این عادت مردای صالح است در همه عصر زمان. حضرت ابی امامه باهیلی صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود: علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. بر شما باد ای بندگان خدا قیام شب، زیرا این عادت مردای صالح قبل از شماست، زیرا این عادت پیغمبران است، عادت اولیاء الله است، عادت صدیقین است و هر کسی که این کار انجام میدهد انشاءالله او وارث پیغمبران است، انشاءالله او وارث اولیاء الله است. علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم و هو قربة الی ربکم و تکفیر للسیئات و منهات للإثم. و این قیام شب از برای شما قربت به سوی پروردگار است، یعنی به پروردگار رب العزت شما را قریب میگرداند و سبب کفارت گناهان شما و محو شدن سهو و خطاهای ما و شما میگردد. انمی قیام شب. خواب را بگذار امشب ای پسر، یک شب بر کوی بیخوابان گذر. از برای خدا ای مردی مسلمان، ای فرزندی مسلمان، یک شب ای بحری خوابت بگذر، یک به کوی بیخوابه و مردای خدا نظر کن. بینگر ایشان را که مجنون گشتند، همچه پروانه به عشقش کشتند. دوستای خدا را ببین که به شب عبادت خدا میکنند. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به شب وقت در قیام ایستاد، زانوهای مبارکش ورم میکردند. بار بی عایشه مادرمان طاقت نکرد، گفت یا رسول الله بی ابی انت و امی،
پدرم مادرم فدات شود. ای حبیبی خدا، اتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. او خداوند برای تو بشارت داده است که اگر در آینده حتی گناه کنی گناهات مغفور است، بخشیده می شود. اینقدر جان تقم میتی، اینقدر در قیام شب قایم میشتی که پاهات ورم میکنن. حضرت فرمود یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه، مگر من بنده شکرگزاری الله نیستم؟ مگر من شکرگزاری نعمت پروردگار را انجام ندهم؟ بینگر ایشان را که مجنون گشته‌اند، همچه پروانه به عشقش کشته‌اند. ای مزور، چشم بکشا و ببین، چند گویی می ندانم آن و این ندانم آن ندانم بهر چیست. تا بدانی کان که می جویم کیست. تا نمی بینم همه بینم شود، و ندانم هات میدانم شود. در شب رحمت پروردگار بالای بنده ها همیشه نازل می شود، خاصتا به شبهای رمضان تا صبح ندا است. یا طالب الخیر هلم و یا طالب الشر امسک. ای طلب کننده تو کار خیر، شتاب کن، از رحمت پروردگار محروم نشو. و ای طلب کننده کار بد، هشت در سرت بگی که شرمنده و رسوا میگردی. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلة الى السماء دنیا حین یبقى ثلث لیل الاخر. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بشارت میدهند و این حدیث متفق علیه است. نازل می شود رحمت و مغفرت عطا و نعمت پروردگار هر شب به آسمان دنیا. وقتی که از 3 حصه شب میگذرد، قسمت آخری شب باقی میماند. یقول من یدعونی فاستجیب له و من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له. و ندا می شود هر کسی که دعا کنه دعاش اجابت میکنم. پروردگاری بزرگ میگه هر کسی که طلب مغفرت میکند گناههای این بنده را من میآمرزم. و هر کسی که از ما امید رحمت دارد، از ما یگان طلب تقاضا داره، البته مرادش حاصل میشود، البته عطای خدا میکنم براش. الله اکبر. شیخ طه عبدالله عفیفی در کتاب من وصایا الرسول یک روایت، یک قصه را آورده است از زمان حیات بیبی رابعه ادویه رحمها الله. بار میگوید یک دوست شبانه به خانه به حجره رابعه ادویه می آید. از بس که بیبی رابعه بسیار مشهور بود، تا امیر بصره به زیارتش می رفت، تمام حکومتدارا و زمامدارا به دستبوسی و به زیارتش می رفتند. این بیچاره دوست گمان کرده است که خیلی مال و ثروت دنیا دارد. شبانه دزدی میدروید، این طرف و او طرف میکوبد که غیر یک کوزه دست شکسته که در درونش آب است در خانه چیزی نیست. نه یک پلاسی و نه یک لباسی و نه یک متاع دنیا. وقتی خجل می شود قصد خارج شدن از خانه را دارد که بیبی رابعه بیدار بده است، از قفا صداش میکنه یا هذا این کنت من الاذکیا فلا تخرج بغیر شیء. برادر گفت اگر آدمی به عقل بخیرت باشی دست خالی ای خانه نبرو. من شرم دارم که تا ای خانه من دست خالی ببروی. گشت گفت یا سیده لم اجد شیئا. ای سیده گفت آخه در خانه خاک نیست چی برام؟ من دزدی در آمدم، نه که هیچی نیست. دیوخی هیچی نیست، هم یک کوزه دست شکسته هیچ کده در کار نیست. کجا برمش آخه؟ بیبی رابعه گفت یا مسکین توضع بهذا الابریق وادخل هذه الحجره وصلي ركعتين فوالذي لا اله غیره لا تخرج الا بشیء. مردی مسکین گفت همو کوزه دست شکسته را بگی طهارت که آب داره، در انم حجره بدرو، 2 رکعت نماز بخوان، قسم به خدایی که غیر او معبود نیست دست خالی اینجا نمیبروی، من برات وعده میتم. این بیچاره دست خیال کرد که یگان جا یگان دیناری به جایی داره میتم. به طمع دنیا
رفت کوزه را گرفت طهارت کرد، داخل حجره شد، در نماز ایستاد. وقتی که تکبیر تحریمه را گفت در نماز ایستاد، بیبی رابعه دست به دعا برداشت. به شب درهای رحمت پروردگار باز است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا که بود در به شب در بندند، الا در دوست کام به شب باز کنند. دستا را برداشت دعا کرد، گفت سیدی و مولایا هذا اتا بابی فلم یجد شیئا عندی. ای مولای من، پروردگار بزرگی من، همین مرد خانه من به طلب چیز آمد، نزد من چیزی نیافت. فاوقفته ببابک فلا تحرمه من فضلک و ثوابک. پروردگار من نزد در تو قایمش کردم، نزد در تو بازش داشتم. از رحمت خودت، از عطای خودت پروردگار را ایران محروم نگردانی بنده را. و در حق او بنده یک دعای خیر کرد. قدرت پروردگار وقتی که سر در سجده گذاشت، یک نوری تجلی در قلبش غلطید که این مرد خدا مست شد. دیگه دنیا را فراموش کرده، فراموش کرد که در خانه آدمی بیگانه هستم، فراموش کرد که بیبی رابعه وعدش کرده است که یگان چیزت میتم. در همون سجده الهی ایستادگی آبی دیده 6 قطار الله میگفت و میگیریست. و وقتی میگه بیبی رابعه نزد در حجره اومد که این چی گریه داشته باشه، صداش شنید که زمزمه میکنه با آبی دیده بناله. اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی و تخفی ذنب من خلقی و بالعصیان تأتینی. وقتی پروردگار بزرگ از من سوال کنه که از من شرم نداشتی که عصیان کردی؟ تو او گناه و کمبودیات از مردم پنهان می‌داشتی، از من پنهان کردن نمیتونی که. با کدام رو تو عصیان کردی؟ با کدام رو سرکشی کردی؟ فما قولی له لما یعاتبنی و یقصینی. وقتی که خدای بزرگ مرا از درگاهش برونه، دیگه کدام خاکی را در سر کنم؟ میگه چنان مست مغرور شد تا دمیدن صبح صادق، تا صدای اذان شنیدن سر از سجده نبرداشته است. بعد میگه خیست، همین روش نور میباره. بیبی رابعه گفت کیف لیلتک یا اخی، برادر اسلامی شب چه خیل گذروندی؟ گفت بخیر الحمدلله. پیش پروردگار با یک عجز، با یک عاجزی و بیچارگی به گردن کج ایستادم. خدای بزرگ میگه گناه ما بخشی، فقبل عذری و غفر ذنبی. گناه ما بخشید، عذرها و بیچارگی ما قبول کرد و ما را به مطلوب و مقصد رسانید. این شب انایخ فضیلت ها داره، خاصتا شبی که ما و شما قرار داریم و اتفاق علما است که الحمدلله رب العالمین این شب شب قدر است، شب 27 ماه رجب. این شب بزرگ، شب عزت، شب سربلندی، شبی را که طاعت عبادت در این شب از 1000 ماه طاعت عبادت که در آن شبهای قدر نباشد پیش پروردگار بالاتر و بالاتر است. برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که این شب قدر برای ما و شما مؤمنان، برای روزداران ماه شریف رمضان، برای قائمین شبهای رمضان به ختم قرآن، شب مبارک، شب قدرشناسی و قدردانی، شب مرتبه و منزلت گرداند. بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز کوشش کنید، همین یک شب است، یک شب روز کردن هیچ اشکال نداره. آخه الحمدلله مردای هستند که تمام رمضان به بیداری میگذرونن شباشب، زیرا این غنیمت است و این شب شبی هست که از 1000 ماه طاعت عبادت بالاتر است. شبی هست که تا دمیدن صبح ملائکه های رحمت پروردگار تحت سروری جبرئیل امین علیه السلام در زمین هستند و به بندگان خدا سلام عرض میکنند، به بندگان خدا عرض درود و پیام میکنند. شب چنین در 7 آسمان به رحمت باز، ز خویشتن نفس ای پسر به حق پرداز. چه روزها به شب رفت در هوا و هوس، شب بروز کن آخر به شکر و ذکر نماز. همین قدر شبها را به بیهوده گذرانیدیم، عمر به بیهوده رفت. آخه همین یک شب است از برای خدا، همین شب به شکر و ذکر نماز بگذار.
مگوی شب عبادت چگونه روز کنم، محیب رو ننماید شب وصال را روز. بهانه نکن که بچه یک شب تا سحر من چخل میکرده باشم. دعوای محبت داری برای محیب شب وصال در روز نیست. همیشه بچه را شب اول بپرسه خواب شو میبره. یگان لوندی متهم مردنی بابش نباشه دیگرش خواب نمیبره در شب اولی شب وصال. و دعوای محبت خدا میکنی همین یک شب قدر شناسی چی مشکلی داره؟ کریم عزوجل غیبدان و مطلع است. گرش بلند بخوانی و گر به خفیه و راز، سری امید فرو دار و روی عجز بمال، بر آستان خداوندگاری بنده نواز. انشاءالله وقتمون به آخر رسید. وقتی شروع نماز فرض خفتن ختم قرآن سر شده است، انشاءالله بسیار خواهش میکنم نماز خوانده پراکنده نشوه. دوستان خدا عزیزا، علمای مشهور کشور همه در این محفل خیر شرکت دارن، انشاءالله همه صحبت میکنن و ما و شما انشاءالله باید که هرچی بیشتر و زیادتر امشب فیض بگیریم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. اللهم بارك لنا شهر رمضان و لیلة القدر برحمتك یا ارحم الراحمین.